از هر 2 نفر ایرانی 1 نفر توی منطقه‌ای زندگی میکنه که با خطر فرونشست روبروه. این یک خطر خیلی خیلی جدیه. درباره فرونشست زیاد شنیدیم. این که به خاطر تخلیه آبخوان‌ها و اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی 143 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت آبهای زیرزمینی در کشور ما هست و خب در ادامهش هم فرونشست اتفاق افتاده. فقط درباره ابعاد این فرونشست بهتون بگم که 15300 کیلومتر جاده ترانزیتی، حدود 43000 کیلومتر جاده از تیپ‌های مختلف دیگه، 2650 کیلومتر خطوط ریلی، حداقل 50% فرودگاه‌های کشور با خطر فرونشست روبرو هستند. 11% خاک کشور با این مسئله روبرو هست و استان خراسان رضوی از نظر وسعت بیشترین میزان فرونشست رو داره. حتما میدونید که بعد از فرونشست اولین و کوتاه مدت ترین اتفاقی که میفته همین تخریب تأسیسات و بناها و اتفاقات توسعه‌ای هستش که در کشور افتاده. بعد از اون مرگ آبخوان هست. یعنی دیگه اون آبخوان هم دیگه به ما اجازه برداشت آب نمیده. خطر فرونشست رو باید جدی بگیریم. متاسفانه دولت چندان برنامه‌ای برای این قضیه نداره.